در جمهوری زیاده از 200,000 گکتار باغ تاگزار موجود است که از این زیاده از 40,000 گکتارش در زمین‌های للمی و باقی مانده‌اش در زمین‌های آبی است. به همگان معلوم است که سال‌های اخیر تغییرآبی اقلیم پورا به چشم رسیده است و امسال روش بود هوای امسال نشان داد که در آینده چگونه باز تغییرآبی اقلیم به عمل می‌آید. ما کشاورزان را وادار می‌سازد که برای سالم نگاه داشتن خوب نشو نما کردن درختان میوه دهنده و تاک تامین کردن نمناکی خاک به حساب گیریم و گذراندن چاره‌های اگرتکنیکی سری وقتی را برامونیم. البته گذراندن این چاره‌بین‌های اگرتکنیکی وابسته از نمود باغ‌ها در زمین‌های للمی و در زمین‌های آبی شرط و امکانیت‌های خود را دارد. مثال در زمین‌های آبی و شرطاً آبیات شونده‌ای که در جمهوری معلوم است، ما به دهقانان کشاورزان خود توصیه می‌کنیم که البته دو نمود آبمانی را حتما گذراندنشان در کار. یکم آبمانی ذخیره‌ای، دوم آبمانی یخابانی. وظیفه آبمانی و اصول آبمانی این دو نمود از همدیگر فرق کلان دارند. مثال برای ذخیره نمود این نمناکی امروز که بعد هوا مساعد آمده است، هوا گرم است، باید که در آن زمین‌های چه طوری قید کردیم امکانیت آبمانی موجود است، همین آبمانی ذخیره‌ای را برام مانند. آبمانی ذخیره‌ای چگونه برام میمونند؟ با همان اصول روان کردن در کار که آب با مقداری کم با جویک‌ها روان کرده در مدت دور و دراز آب ماندنشان در کار که تا که نمناکی در سطح خاک تا 1.5-2 متر ششتنش در کار. برای در بهار در سال آینده تنقیصی نکشیدن از نمناکی درختان و تاگزارها و آبمانی یخابمانی این پس از سطح شروی سردی‌های خنکی، یعنی وقتی که زمین به یخکنی سر می شود اینا یک باره آب زیادتر مانده مهلت آبمانی را کوتاه میمونند که در حقیقت در سطح 35-40 سانتی متر خاک یخ کند و آن اهمیت یخابمانی از آن عبارت است که یکم آن حشرات‌های ضرررسانی که تخم زاچه و کلمین آنها در زیر خاک و در تگ درختان موجود است، با واسطه همین سطح آنها را پس میکنیم. دوم اهمیتش از آن عبارت است که با واسطه یخابمانی ما تا 1 درجه سبزش درختان را عقب میپرسیم در فصل بهار. آبمانی ذخیره‌ای باشد، این یعنی تامین نمودن نمناکی در سطح خاک چطوری قید کردیم تا قریب 1.5-2 متر باید رسانده شود. در زمین‌های للمی چیکار کردن در کار؟ باید همه چاره‌های اگرتکنیکی از تیرما گذرانده شود. مخصوصاً قلمچه بری، یعنی به درختان با مقداری کم گذاشتن شاخ و نوده‌ها یکتا. دیوم در تیرما سری وقت نرم کردن زمین شدگل کردن بین قطارها برای اینکه آن یک شکل بارشات طبیعی بیفتد باید که ما باید ذخیره کنیم. سوم اصولش همین است که باید اطراف درختها را با چقدر 25 سانتی متر در شکل حلقه کنده آن بعد که در فصل زمستان مثال در ماهی январ فوریه میبارد در گرد همین نیالا جمع کرده سم کرده بالاش خاک پوشانده مونیم. چون که در وقتی که بهار کمتر هوا گرم می شود همین برفی بودگی ما دور و دراز در زیر خاک آب می شود و نمناکی رو در خاک تامین کرده می تواند. اگر ما همین چاره‌بینی‌هایی که نمبر کردیم ما سری وقت گذرانیم آنگاه ما میتونیم که در فصل تابستان هوا گرم که بیاد درخت‌ها از حساب نمناکی خاک با نمی تامین می‌گردند. چون که اگر نمناکی در خاک تامین نباشد درخت از خاک یگان نمود غذا را به خود گرفتن نمیتواند و درختان باعث کم قوتی میشوند، نوسواری به کسلی میارند، به حشرات میارند و آن میوه که آنها میبندند صفت مالی خود را گم میکنند. برای همین ما وظیفه داریم که از حال سر کرده همین اصولهای نمبر کرده را باید دهقانان ما کشاورزان ما در سطح لازمی گذرانند.